نه اکو فوتبالک‌های ارکین برو مراجنه ارکین برو ارکین جان برو عالمان و شاعران بیشمار بو علی سینا شو از خود مرا در جوانی عروس باز بودید نه حالا دروغ گفتید ضرور من از دوستان چندین رو به رویم حذر کردم هم رقص میکنم هم میخونم فقط همه کناری من اچور کس صرف خودم تو میکنم ببینم برای چی پدرم خونم هم تو مادرم خونم هم تو غریبی هم خونم هم تو اخرش کفیدم دیگه امروز ای خوش تو منی نفس دوماده دوست ندارد خوش تو منی گنده خدا بردارد کاش سپاس تشکر زیاد. یک قسم دیگر گفتیم سوالها از نویسنده فرانسوز مارسیل پروست سوالهای فلسفی. این بخش نام دارد نگاه دیگر. اگر آماده باشید میریم. کوتاه است. کوتاه سوال میدم اگر خواهید کوتاه جواب بدید اگر نخواهید میتونید که مفصل جواب بدید. صفاتی که شما از همه بیشتر در مردها قدر میکنید کدام است؟ کدام صفت رو در مردها قدر میکنید؟ صفتی در مردها قاید میکردی من همین که همه خیلی مرد باشن. خیلی همین مرد بیاد که مرد شود. خیلی فعلوی هم میزنه که نکنه تمام. خصلتی مردان داشته باشد بهترین. خصلتی که شما از همه بیشتر در زن قدر میکنید در زنها؟ مهربانی. مهربانی. همین زن که مهربان باشد مردک های آب میشود. آب. فهمم. تشکر. مشغولیت دوست داشته شما؟ مشغولیت دوست داشته من فقط ایجاد کردن است. ایجاد. کدام خصلت ها بیشتر خاص شماست؟ خصلت خاکساری. خاکساری. بله واقعا هم تصدیق میکنم. ایده شما در مورد خوشبختی یعنی از نگاه شما خوشبختی چی است؟ خوشبختی؟ بله. همگامی که مثلا همین در زندگی با اولاد مهربان هستی با کودکان مهربان هستی همه شرایط دوری این خوشبختی است. بهتره. بدبختی از نگاه شما چی است؟ بدبختی؟ بله. خداوند اون کس خور نکنه اون کس این بدبختی است. وقتی که در حیات خور میشی این بدبختی است. خوش. اگر این کسب نمی بود کدام کسب بود؟ اگر این کسب با همین کسب. با همین کسب بود. در کجا زندگی کردن میخواستید؟ در تاجیکستان جان. در تاجیکستان جان بهترین. نام های دوست داشته شما؟ زنانه مردانه؟ فرق ندارد. میتونید از هر دوش بیاد. خورشید. عزیز. عظیم جان. عظیم جان. مختار جان. مختار جان. نام های زنانه؟ نام زنانه همش خوشوری است. همش دوست میدارم. همش خوشوری است. فهمم. تشکر. خب در چی به شما حسی نفرت پیدا میشه؟ چی چیزی هست که همون چیز رو فکر کنید یا همون حادثه رخ دهد و حسی نفرت شما پیدا میشه؟ نفرت من از درویگی است. درویگی. بعد میبینم. بهترین. حکمت پسندیده شما؟ حکمت پسندیده من همین است که تا فلک بالا شو از خود مرا صاحب دنیا شو از خود مرا دل به کف آورد که گنج زندگی است در دل موج شو از خود مرا. بهترین. تشکر. چی رو بیشتر در دوستانتون قدر میکنید شما؟ چی رو بیشتر قدر میکنید در دوستان؟ کدام خصلتشون رو یا چی چیز رو از آنها قدر میکنید؟ خصلت خاکساریشون، خصلت مهمان نوازیشون، خصلت مهربانیشون رو دوست میدارم. بهترین. شما خود رو چگونه دیدن میخواهید؟ همین گونه که هستید یا اینکه چگونه دیدن میخواهید؟ دیگه خیر. چه؟ رنگ میتخون شکر برد. این شوخی بود یا اینکه جدی جواب؟ جدی. فوتبالکای میتخون، شکلات میتخون، مراجنی میتخون. بهترین. نه اکو فوتبالکای ارکین برو مراجنه ارکین برو ارکین جان برو. فهمم. یعنی تانسور دیسکو. مثل میتخون معرفی شوید. بله. باشد نیتی خوب است. تشکر. فرزندانم فخر داد که من فرزندی فلانچی ام. نه بلکه مثال میگه که فرزندی بد میگه فرزندی نقص میگه بوغی پدر فرزندی بد دوغی پدر. من در حیات بسیار خیلی کم تجربه میکنم همه خیلی حرکت میکنم که فرزندانم از نام من از کو بهره برن. یک کس نگفت که پدری تو مثال یک کس با قصددار بود پدری تو خیلی بود پدری ما صنعتکاری بزرگ بود گفتم خیلی فخر کنه. با فرزندی هم مثال حرکت کنن که نام پدر بد نکنن. یک اینی من اینی همه. از اونی همه. بله تشکر. بهترین.
خب 3-4 تا دیگر قابلیتی که شما ندارید و می‌خواستید که از خود کنید کدام قابلیت است؟ قابلیت؟ بله مثلا همین یک بار دیگه میخوام که 25 سالشم تو فهمم باشد. خب در آینده چگونه مردن یعنی در گذشته می‌خواستید؟ مردن؟ بله. میخوام که همین خداوند به یگان عذاب همین خیلی که همین پدری من جون دادگی هستن میخوام رنگی به خودم پدرم جون تیم خیلی پدرم جون دادگی مرحبا چخیر ما کانسر داشتیم شهری نو سحر من دوشو نگرفتم پدر جون دو پدرم قشلوق اومدگی بودم با عادت خیشون دوشو نگرفتم شهری نو ندارم من زنگ میزنن یک 20 minut پس زنگ میزنن پدرت گذاشتن آدمی سیپ ساعت به یگان باور کنی همه خیلی انگام میگن که کلی همینجا جو پارت میگن با انگام جو میپرتود میگن که حضرت یوسف فرزندانشون وقتی مسعودن میگن بعد این انگام حیران میشد چی با میگن این گاز خیلی سخن کرد کلین جو پارت حضرت یوسف فرزندانشون وقتی مسعودن میگن انگام جو میپرتود همین بیرون میرن میگه که اوج مصطفی جان با اوستون خدا رحمت انا خیلی جون دادن رو من دوست میدارم روز دیگه خیلی بی عذاب خداوند هر یک بنده بی عذاب جون شکر فهمم تشکر اکو سلامت باشید خدا جایگاهی قبلگاهتون رو از جنت گردانده باشد تشکر زیاد زیبایی از نگاه شما چی است زیبایی بله این زیبایی خودش کلمه زیبایی خودش زیبو همین دل همه زیبا باشد از دل دل همه زیبا باشد همه چیز نقض میشه همه چیز زیبا میشه بهتره آخرانش شعار شما در زندگی چی است اگر باشد شعار من گفتم که تو فلک بالا شو از خود مرا صاحب دنیا شو از خود مرا دل به کف آور که گنج زندگی است در دل ما جو شو از خود مرا خلق دیدن نگو بد رو بشمار چنگیزی بطال چون ضحاک مور عالمان و شاعران بشمار بو علی سینا شو از خود مرا روی چون ماهی شبی تارت بزیب خنده لعلی گوهر بارد بزیب روی چون ماهی شبی تارت بزیب مریم عیسی شو از خود مرا هر یک انسان باید که خیلی فقط خاکسار باشد از زیباییش نفخره از خود نرود از اینجا همش خیلی زیبایی همه چیز آوردگی است تمام فقط چیزی دوست داشتگی من گفتم بهترین تشکر اکو این آخرانش بود بله تشکر زیاد و یک قسمی کوتاهی دیگر که نام دارد بله یا نه این قسمت پیوستگی دارد با هزل یک با شخصیت یگان کاردار نیستیم ما خفه نمیشوید فقط تنها هم میگوید بله میگوید بله میگوید نمیگوید خوب اگر اونجا باشید رفتید فقط تیز گوید بسیار خوراک میخورید بله برای همین فربی هستید بله خراب شدن میخواهید برای همین نمیشوید عادت خفه شدن دارید نه با یگان معرکه دیر کرده اید بله با ورزش مشغول هستید شахмат بازی میکنید نه در خانه سگ دارید گربه دارید نه نان زیادی میخورد نه خب در جوانی عروس باز بودید نه حالا دروغ گفتید زیاد زیاد دروغ میگید بله تنها حاضر دروغ گفتید حالا عصبی هستید نه میخواهید مرا شب‌پوتی زنید نه رب میسروید در خوابتون گپ میزنید کم کم از ینگه میترسید نه احترام میکنید سرود میخونید تشکر سلامت باشید تشکر زیاد این قسمت رو نیست پیش سر کردیم تنها یک قسمت کوتاه دیگر ما جمع بحث میکنیم خب سوال از مخلصانتون دیگر سهراب می‌نویسند سلام آقای سلیم جان و ارکین جان در وصف دهه شینگ که واقع در پنجکند است یک سرود خوانید ما مخلصانتون خیلی شاد میشدیم خواهش ما رو با آقای ارکین رسانید نوشتم دهه شینگ بسیار دهه زیبا من چند سال پیش بودم نکی آخه من شاعر نیستم بعد که شاعر نویسد من آهنگ مونده میخونم حتما میکنیم ان شاء الله تشکر زیاد دو تا سوالی به هم مانند فرید می‌نویسند سلام علیکم من یک خواهش دارم همون سرود دوستی که در کنسرت غالب جان یوسفوف خوانده بودید همون یک بار دیگر خوانده تید التماس رحمت و با همین مضمون السلام علیکم به هر دوی شما ماه شریف رمضان مبارک باشد از آقای ارکین جان خواهش میکنم 4 مثال سرود دوستی که در کنسرت غالب جان خوانده پیاسن همون رو زمزمه کنند رحمتی کلام نوشتم خب مرحمت میخونیم 4 مثال بله من از دوستان چندین رو به رویم حذر کردم
من از بحری چونین دوستانی به پیمان گذر کردم حذر کردم من از دوستانی نامردم که با آنها میانی خلق عمر بارخی زردم. پس از سنجیدن و دیدن پس از خواری و رنجیدن نه دوستانی زبانی و نه نانی آرزو دارم. فقط اندر کناری خود خدای مهربانی من عزیزانی دل و هم دوستی جانی آرزو دارم. بهترین صدایتان دوستی پاینده بود. صدایتان خسته نباشد. ما 3 بار ناز کردیم آخرش دوست شدیم. تشکر اکا صدایتان خسته نباشد. سپاس. تشکر. چپتا دور شدیم با کنسل میرویم و باز میآیند. این معنی آن دارد که ما باز میآیند با برنامه. اکا سپاس. تشکر برای صمیمیت. خب چند سوالی مخلصان دیگر مانده از مخلصانتان. شهزاد می‌نویسند سلام آقای سلیم جان و ارکین جان، مهمانی برنامه میگفتید که با سهراب بوتایف یگان سرود در نقشه دارید که نه؟ نفهمیدم. با سهراب بوتایف میخواهید که دویت سرایت میگن. با سهراب بوتایف؟ شهزاد بله. این شهزاد چی میشه در سهراب بوتایف؟ نه این مخلص این بیننده ای که برای شما سوال گذاشته است. نمیدونم یک شاید یگان مخلصشون باشد سهراب بوتایف مخلصشون هست یا اینکه درباره وطن درباره دوستی باشد میخونیم چوبانه. این با همه میشه. اگر پیشنهاد شد میخونید رد نمیکنید یعنی گفتنی هست که. تشکر. شعر می‌نویسند سلام علیکم به شما و آقای ارکین جان، سلامتی و عمری دراز میخوان. چطوره که میدونم مخلصی آقای ارکین جان خیلی زیاد است و سوال من به آقای ارکین جان چنین است: آقای ارکین جان با کدام سراینده های تاجیک مخلص باشند؟ آقای ارکین جان با کدام سراینده های تاجیک مخلص باشند؟ بله من همه سراینده های تاجیک رو سیگاب دوست بدارم، قدر میکنم، چون که هر یک سراینده برای خودش مخلص دارد. من هم همه اونها رو دوست میدارم، باور کنید. در تمام خرسندی هاشون هستم، در تمام لحظاتشون هستم. خوبای خرسندی خوبای من هستم در برای همشون همه وقت. تشکر. سلامت باشید. شیر علی می‌نویسند السلام علیکم، دیر روز انتظار بودیم با آقای ارکین جان گفتنی هم که من مخلصی اشدی همین آدم هستم. همه سرودهای این آدم رو از زیاد میدونم. بیمال باشد یک سرودی فلک من را چرا آواره میکردی میسرایدند زنده. تشکر نوشتم. همین سرودی 2003 2004 سال مستگاب در یادم میقنیست. فلک من را چرا آواره کردی، من از ناکسان بیچاره کردی. نه سخنش در یادم نیست. مستگاب حرکت میکنم که در کنسرت همین آدم همین خوجند سوال دوزگی نمیدونم، لیکن از در یوتیوب نوشتم. شاید که حرکت میکنم که همین سرود من کنسرت نبود میخونم برای همین مخلص. بهترین. چون که سرود کهنه این سرود 2003 یا 2004 ما فکر فهمم. تشکر. سلیم می‌نویسند سلام علیکم آداش، خسته نباشید. تشکر. با مهمانی برنامه ارکین جان اکو سلام، من مخلص شما از شهر پنجکент هستم، در اماندره هستم. آیا شما در اماندره رفتگی هستید؟ چگونه هست؟ دوستان دارید در آنجا یا نه؟ تشکر. بله ده اماندره وقتی که مثلا پنجکент میرید اونجا یک مست هست، مست دو پولا میگفتن، اون مست همه همشهری ما گفتن یک پولا کردن. یک پولا. این تاریخش کلان است. اینا بوقف هستن گفتن که من دو پولی نمیگفتم یک پولا کردن میپرتم. من دو تا مست بود با یک تا مست کلان کردن دیگه. دو پولی یک تا کردن با اونجا میرد اینجا کشلوق یوره میرد ایسوش اموندره میرد. من در بسیاری معرکه‌های اموندره بودم. مردمی به فرهنگ همه خیلی سخنا گوش میکنن. اگر سرود خطا خونی کوی اومدن میگن ای اکامونش خطا خوندی. به خدا گنده به فرهنگم. من همتون دوست میدارم، زنده باشین. تشکر زیاد. سلامت باشید. دعوت می‌نویسم. رفیقا دوستم هستن. بله ارکین هست یک تا عدشی من اونجا. تمام. یا شما عدش دارید میستالیم جو. من نگفتنی بودم که عدش این نفر هم بوده در اونجا گفتنی بودم. در اماندره. تشکر. سلامت باشید. خب دولت می‌نویسند سلام علیکم آقای سلیم جان و آقای ارکین جان اودی نایف. ممکن باشد چور میسا سرودی زرافشانی خوانند آقای ارکین؟ زرافشانی؟ بله. زیاد سرود درخواست کردن. اگر خواهید مرحمت. اگر نگوید ما میتونیم دیگر سوال رو خونیم. بارونه ببین شبیر شبیر میباره، کلینه ببین تخمی شبین میکاره.
ای خوش تو من این است دوماده دوست می‌دارد خوش تو منی گنده خدا بردارد خوش تو منی گنده خدا بردارد. بهترین تشکر. سلامت باشید. تشکر. توجیکون پرو می‌نویسند سلام به هر دوتان. من می‌خواستم که درباره وروخ یگان سروده اجرا کنه ایجاد کنه. درباره وروخ ما خوندگی درباره وروخ خوندگی بودم. یک سال پیش بود. نه 2 سال پیش. 2 سال پیش من یک کنسرت برای وای نوارسانی که مثل پدر و مادر ندارن و هستن که خیلی به یک کنسرت خیریوی موندگی بودیم با همراهی یک بونو در شهر خوجان نامش فراموش کردم. معذرت پرسم داون بونو نامش فراموش کردم و آدم من دعوت کردن که ارکین جان ما همین کنسرت داریم و کنسرتی وای یتیمان گفتن همین یتیما خونه‌دار میشن و بعد که شما هم کنسرت می‌دید هم مبلغ هم خیلی همونو بتیم که اونها خونه‌دار کنید. بعدم گم نیست پجون. بعد اومدم کراچی 4 روز پیش من وروخ اومدم. همین خیلی وروخ بریم همین خیلی می‌دونیم که همین امروزا بریم همین خیلی چقدر حالت امروزا هست. مناقشه هست. همین خیلی می‌بینم که سنگ چین شدن بیتون مون شدن همه که جو موندگی وای ماشین رو های کردم همین گذاشتم 4 متر برام که ددددنگ برام دادیا پاروندن 4 تا پاروندن خیلی موزیکانتون بچه‌ام قطعی بچه‌اش دیگه اکویر که گفت حاجی که مور برام گذاشته رفتم برام دیدم در وروخ با من یک سردی وروخ در قلم شاعر بختیاری عثمان خیلی وایب داره همین خیلی شاعر به فکرم بختیاری عثمان در شبکه همین اینترنتی هست ارکین وروخ نویسم میبرد مخلصانی عزیز در یوتیوب همین سرود خوندم که بعد همون بعد 2 روزش من زنگ زدن همین شعر نخوند همین شعر خطا نیستم این برای خیلی پالیتیکی سرود گفتن برای دیگه من دیگه یک بار خوندگی هستم دیگه تمام تو بشی سیاسی دارد بعدش در بهتون هست یا اینکه نه نیست بعد دیگه خودم شعر گفت دیگه همین شعر نخوند از برش راستی کم قهر کردم بعد گفتم خب بیو دلیت کردم پفتم فهمو کم در تو بشی سیاسی داشته فهمو باشه تشکر. خب محمود جان می‌نویسند سلام سلیم جان و با اکوی ارکین جان با غالب جان یوسفوف دوستی دوره چرا دویت نمیخونید هر دوشون خیلی آواز شیرین دارن هر دو به شما موافقت نوشتند و باز 2 سوال دیگر همین گونه. سلام به هر دوتون امیدوارم خوب هستید. سوالی من به ارکین اکو اودینایف با همراه غالب جان یگان تا دویت میسراید اینکه نه در نقشه هست یا اینکه نیست چرا با غالب جان یوسفوف دویت نمیسراید می‌نویسند سهراب. خب 3 سوالی که تنها همین موضوع است. راستی گپ در جوده صنعت همه خیلی دیده برای دکو همه صنعتکارا که بیچاره وقت ندارن وقت غالب جون امروز میبیند از اسفرا پگه میبیند از وروخ فردا میبیند از کونی بودم پگه دیگهش میبیند از کونی بودم من همچنین به خدا همه خیلی وقتی همدیگر بینی من درست شد من اومدگی من غالب جون ندیدی باور کنید همه خیلی وقت نیفتادیم نه که ما همین نقشه بر وقت داشتیم که با همین یگان سودی درباره وطن خونه یا درباره دوستی ما همین باز غالب جون پرسید میگود همین چیز ما نقشه کشیدگی مو چند سال شد وقت نمیبینیم که همین کارو مثال کنیم فهمم اما در نقشه هست بله این خدا خواهد میکنیم همین بعد کنسرت می فرصت که پیدا شد حتما ان تشکر. 7 گل می‌نویسند سلام من یک مخلصی اکوی ارکین از شهر بوسونی پنجکن سوالی من چنین است اکوی ارکین باز یادین نورزاد رشته دوستی دارد یا نه و هنری او را چگونه بها می‌دهید آیا مخلصی میکنید و در آخر بردباری می‌خواهم برایشان و امکان باشد زیادین نورزاد را نیز دعوت می‌کردید. خب مرحمت زنگ زدم که زیادین نه زنگ نه شما رشته دوستی دارید یا اینکه نه بله امروز ما خیلی زنگ زدیم شاید شما تمام بلگید مبارک اکی زیادین بسیار انسانی با فرهنگ است بسیار انسانی خوب است هر باره که اون چیزی که من پستایی که در فیسبوک میمونم بعد می‌نویسن ها ارکین با چی بالا زدتا ما تا میگه اکا یگان بالا زد سوز تو فقط اون میترسونی میگه همین کاپه می ما تا میگم بعضی می آدمه میبینم بعضی زیق میشن می‌نویسم تو دیگه این چیزا نمان گفت ما شرط کردی من همین 3 روز شده میکوره با خودم من نزدیکشم هست باور نکنید نشون میدم
من گفتم دیگه نبینم، خیلی هر چیز موندنی توی من دیگه نبینم. من خوب گفتم دیگه نبینم. فهمم. در فیسبوک پست ننویس میگه. خیلی هر چی ننویس گفتم. بسیار صورت نمو مردم چشم میکنند. در من میگونه گپ هست نه؟ چشمی بد نرسد مبادا. خداوند بد نبینه. بله البته. بله البته خداوند بد نبینه. تشکر. سلامت باشید. اوریا مهر میرسن. السلام علیکم ارکین ودیناف. شما کی رو شاگرد ارزنده خود میدونید و برای شاگرد ارزنده شدن چی کار باید کرد؟ اوریا مهر؟ بله. اوریا مهر شاگرد من کو؟ شادمانوف. بله. از همین نقطه نظر شاید پرسیدن که من شاگرد بهترین باشم یا که نه. بله بهترین دو تا اوریا مهر. بسیار بچه‌ای بالا یاقت این همه خیلی مخلص اشعری است که همین یکم کانال من این بچه شده دیگه. باور کنید همه سرودهای اون چیزی که در اندر کلاس دی گروپ همون همش همین اوریا کردگی است. با یک روز نه که منت کرد. من برای تو این تو کارم تا اوریا دستم فری قورت کردگی. بعد یه دیگه نمی‌نویسد. شاید از من خفه شده باشد نگه اوریا جون. ما تو دوست می‌دارم خدا خواهد در توی عروست هم رقص میکنم هم میخونم با چند حافظی که کتاب میبیارم در توی. دیده دارم. خداوند خوشبخت شید دار. سلامت باشید. اگر همین سخن‌ها رو شنیده در کامنت حتما نیسوری سپاساتون رو می‌نویسید. تشکر. سلامت باشید. یک بار زنگ زنه که بو رقم میدونیم گویم میبو. همیشه در میدونه دکو خیلی زنگ نمیزند خفه شدگی دیگه اوریا جون. نه که اوریا جون من تو دوست می‌دارم تو دودری برای ما. سلامت باشید. تشکر. خب گلیوود بالیوود می‌نویسند. سلام برای چی ارکین جان رو سپونی سعید دستگیری کردند به خدای بلند رسانیدند و امروز بعد از سری سپونی سعید ارکین فرزند او را دستگیری نمی‌کند. حق استاد از پدر بیش از کو نوشت. اکو من راسیگم اونو یهون که تو شاید گنده کردنی نیستم. اوسای زور دارد سیاد جان، سوربان جان، امیرشاه و یا خودشون مکتب استاد سپان سعید فرزند استاد سپان سعید اونا با یارده میان کس محتاج نیستن. اونا هنری خود دارن، هنرمند همه چیز دارن. من چی گویم من در مثال خدمت هستم میگه اونو من به یگان بار سخن نکردم که مثال ما یگان کامبودی داریم یگان بار دمان خیلی سخن کردگی نیستم. فهمم. اما رابطه دارید گفتگو میکنید؟ بله گفتگو میکنیم. بعد راستی گپ همه اخیران وقتی که سرودی یاریمن من نام کرده خوندم و بینمون کمتر مثال وای شد که دیگه سرودی پدری من نخونید گفت. سوربان جان من خب مایلش من دیگه نمیخونم سرودی پدری تو. همه خگاب شد تمام. این بعدی همین کنسرت دوشنبه از بعد 6 مارت. فهمم. همین سال بله کنسرت داشتید در شهر دوشنبه. فهمم. ارکین گفت دیگه سرودی پدری ما نخون. امیرشاه میخواد گفتم مالش امیرشاه جون گفتم میگم بوکی نداره. شاید اونها نقشه دارن که خودشون خوانند. بله اونها نقشه دارن. خودشون خوانند. نه که ما همه وقت چیگم در رابطه گفتگو هستید. فهمم. مهربان می‌نویسند. سلام به شما سلیم جان و مهمانی برنامه ارکین ودیناف و هر دوتون بردباری خواهانم و از مهمانی برنامه خواهش دارم سرود هم میمورم با سرایان مهربان اشعری گلستان نوشتن. خم میمورم با هم میمورم با خم میمورم با این سرود لهجوی است با قلم استاد قاشی سیب سیاتون خم میمورم با از اون زبی نگاهتون خم میمورم با دیروز پیشکی خم گشت از سلام دید دیروز پیشکی خم گشت از سلام دید از سلام و صداتون خم میمورم با خم میمورم با خم میمورم با خم میمورم با. فهمیده دیگه معنی؟ من خم گویا که من خدا من بنده من میمورم. فهمیدم. و یا همین خودم خم میگم. خدا. گشته سلام دید گشته سلام دادید. مثال گفته که همون عذاب قامت تو هم میمورم. فهمیدم. فهمیده؟ بله. خم اینجا به معنای بنده شخصیت من. قشلاق دردر هست. قشلاق دردر زادگاه استاد گلنظر کلدی گیبینی
توجیکی نیستگی. بله بله سرودیم. استوی در دهه در یک در ساخی مانند آن در دیگر در دهه در این خیلی در نبود. عجیب. این تزگی هست ها؟ فهمم. تشکر. سلامت باشید. میگذاریم با سوالهای اینستاگرام 4-5 سوالی دیگر هست. می‌نویسند سلام سلیم جان و تو خواهد به فکرم سرخوری همینجا میشد میچی؟ اکو خسته شده باشید مجبور 4 سوالی دیگر میدیم اکو دیگر ایلوجتون نیست. من اگه جون میرم همینجا سرخوری میکنیم با میخیزیم از اینجا باشه دیگه مشکلی نیست. اگه از اینجا روزی هستید شما باشه دیگه مشکلی نیست اکو صد فیصد. خب سلام به شما به مهمانی برنامه شما اوضاعتون خوش صدا و خاکسار هستید. سلامت باشید. بیا شما رو تعریف کردید شدن با شما. من تعریف میکنم واسه تنقید نکرد است کو. سلامت باشید. فقط اما کلامی من از 4 کس فقط هم تو میکنم ببینم برای چی؟ پدرم خونم هم تو، مادرم خونم هم تو، غریبی هم خونم هم تو، رقصی هم خونم هم تو. شما چیکار دارید تو؟ تماشا نکنید تو نکیه. اگر خودم تو نکنید. هم تو کار خودم تو هم دیسلایک پخش میکنم. نکنه خیلی. همین دوست نداری؟ تماشا نکن خیلی. نکن بله. دیسلایک رو پخش کردن نگاه معنا نداره یعنی. تشکر. آخرش کفیدم دیگه امروز ها. این روز بسیار چیزا رو گفته ایزاده نکو ارکین. حقیقت تلخ. بله. تشکر اکو. ما سوال یک خواهش دارم التماس همین خواهش مرا اجرا شود. ارکین اودیناف کشچینا رو با آواز زنده یک 4 مصرعش رو میسرایید. التماس نوشتم همقدر دستخواه فرستادم. به مزرابی دیگر قانون عشقت ساز میکردم نوای پرده اوشا من شهناز میکردم یارای نازنینم من از جانی شما گردم یارم ای نازنینم من از جانی شما گردم. رحمت دادری عزیز من کوچه شش مقام رستگاه گذشتگی نیستم بخشش میپرسم. من حرکت کردم که همین شش مقام خونی یاد گیرم و همین خلصو هستن میگن یا برو شوق سمرقند خون همین سال شوق صادر خون خون من همین چیزا احتش بروندم نمیتونم نخوندم میگم بود نمیخوام که رسوا کرده خونم برای همین چند کس من گفتی که خون همین در کانال من میگن من نمیخوام که وای شش مقام این بزرگان اومدگی من نمیخوام رسوا کنم از همین خاطر نمیخونم ان شاء الله یاد گیرم میخونم. سلامت باشید. خاکساری میکنم اکبرکین. تشکر. خب سلام علیکم. با هر دو یک تا سوال داشتم با مهمانی برنامه. سبب در چیست که بعد هی وروخ کم میآید؟ باقی در پناه خدا باشد نوشتم. شیر افروز. هی وروخ؟ کم میروید. کی آخر ما رفته بودید کو؟ خیلی اینجا نقص میره؟ ما بعد یاد میره. نقص یاد میره؟ چرا نمیره؟ کم میتونی نمیره. راست گفت دیا. راستی گفت. تشکر. ما باید کیم کیه میبرم فناگرام میخوند همه قفله میتن خشه وروخ ما میرم مرده زنده میخونه همه قفله میگم نمیتیا هم امپی3 رو بردن گرفتم خیلی. فهمم. سلامت باشید. محکم می‌نویسند. السلام علیکم محترم ارکین اودینف. سرود مادرم بر من بسیار پسند است. 4 مصرع خوانید. هیچ کس چون مادرم بر من نسوزد زور نوشتم. این سرود یک مدلی نام میخونم این رنگی همون 2003 گفت است اینجوری ما رحمت دادر جان سخنا زورو لیکن این سرود کهنه کی هست من مدلی نام برای تو خودم چخلا بهترین نشان محکم و این سرود محکم و بله یک بانو. خب اپا جان میخونم مدلی نام میخونم مرمان حالا به این سرودی مدلی نام گفتم میگرد با یوتیوب بخیر کلاس زیر کردم نصیب البته که سلیم جان حیران شده دادم نه برای چی اکو تا صحنه ها میبینم دیگه خیلی در این صحبت ها دیگه من واقعا لذت بردم به خاطر که بی پرده شما من وای نمیرسم شما من راستی اکو دوست میدارم اما راست کم میزنم دروغ نمیگم بهترین اکو بهترین یک سرودی مادر آمد ایامی سعیدی مادر
روزی آزادی و عیدی مادر، سری سال روز نویدی مادر. مادرم نیست مبارک گویم، مادرم نیست مبارک گویم. خواهرم را بی نمایم تبریک، همسرم را بی نمایم تبریک، دخترم را بی نمایم تبریک. مادرم نیست مبارک گویم، مادرم نیست مبارک گویم. روزی باران و چوباران گیریم، بدلم غصه و ارمان گیریم. زیغمی مادری پزمان گیریم، مادرم نیست مبارک گویم، مادرم نیست مبارک گویم. نرود چهره او از نظرم، بود او فاتحه دهی سفرم. بود نور دل و نوری بسرم، مادرم نیست مبارک گویم، مادرم نیست مبارک گویم. هستی مادری من بود نفسم، گلی آرزو همه سوخت خار و خسم. به خدا می رود اما هوسم، مادرم نیست مبارک گویم، مادرم نیست مبارک گویم. دیده بر آمدنش دوزی هنوز، گفتی از درد سیاه روزی هنوز. مادرم نیست مبارک گویم، مادرم نیست مبارک گویم. مادری که نیستن در قید حیات خداوند رحمت کند. بله. مادری که در قید حیات هستن خداوند صاحبان سلیم و فرزندان باشن. رستگار مادر جان من، مادر جانم در سرم هستن. مادر جان عزیز سوق سلامت بر سرم باشید. این خواهش همین سرودایی که من مادر میخونم برای مادری که نیستن. یکیش من سوالات که اوچت زنده چیکار گفت سرودی خیلی مادری گذشته مثلا این جامعه دامادیم رو مادری زورم نده میخوندم. چون این شعر میخونیم مثلا این دردی خلق، یعنی دردی من نه، دردی خلق. بعد که من دردی خلق گویم برای همین شاید فکر میکنم مخلصو من دوست میدونم. نه که مادرم من وقت میگم که هر بار که همین سروده میخونی من مادری خودم یاد میکنم یعنی جون دلم خالی میشد. بله آخر برای همین میگم که مادری که در قید حیات هستن دعا کنم خود برای ما، برای سلیم جان دعا کنه تا که همین هر وقت همین نگاهی نبا اومده استیم. آمین. هر وقت اومده استیم. بله. تشکر اکا جان، سلامت باشید. سپاس. صدایتان خسته نباشد. تشکر زیاد. تشکر. سلام علیکم سلیم جان و ارکین جان اکا. شما ارکین جان با شاهی اسراده شهر خوجان خلیب جان دوستی داشته. چرا حالا دوستی شما کنده شد؟ اگر نه در نزد مخلصان زنگ زنید به قولی جان. التماس ما زنگ زدیم ساعت 12. یا بار دیگه زنگ بزنم هر کی نبرداره و پناه به خدا قولی. ساعت 11 آخر اکا. میبرداره هر کی بیدار باشه. ما اگه فهمیدیم که دوست هستن یگان جایی گفتم ممکن است که روز کردن نیست. به خدا کاری که به تلفن کنم میبرداره قولی جون خیلی خاراکتری چی نداره. اگر روزی یک شدم مانده شده خواب که نباشه. ساعت 23:15 است. مشتری جواب نمیدهد. شاید خواب است. فقط سحر اومده زنگ زدم. سلامت باشید اکا. تشکر. نه ما الکی در سوال‌های قبلی اگر اطمینان حاصل کردیم که دوست هستید یگان جایی چیش نیست اکا. تشکر. آخرین سوال از فیروز برای ما چنین واگذار شده است. سلام گرم و جوشان برای ارکین جان و اکای سلیم جان. سوالی من همین است. شنیدم شما از نوع عینی هستید، از کدام دهه و من هم داماد عینی هستم. بی‌معنی باشد به دادر مهربانم میرجمال و آچه مهربانم شایسته سلام رسانید و التماس به اندازه من همین است که حاضر خودش یک تا سرود زمزمه کنید به نام قشلاق زوسون یک دمگیری مکو از شهر غریب رحمتی کلان باش انتظار میشویم حتما رسانید التماس نوشته. از کجا زنگ زدین؟ از فدراسیون روسیه می نویسند برای ما در اینستاگرام ما نوشتند فیروز جان بودن نامشون. فیروز جان میدوند که من زاده نوحه عینی هستید اما نوحه عینی قشلاق زیروباد هستم. زیروباد 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 هر داشتم رحمتی استاد حلیم یوروف بودن.
арсии халқи Тоҷикистон устод Ҳалими Юров аз деҳаи Зосун ҳастанд, аз деҳаи устод Нақибхон Туғра Ҳарорӣ. Номашон ки гуфтед? Фирӯзҷон? Фирӯз, бале. Як бори дигар қадам ба Зосун мунаме, булбул шаваму дар ҳаққи дӯстон хонам. Зосун дурае, раҳаки Зосун дурае, аз Зосун ҷудо будан азоби гурай воя. ҳар вақт омода истед Зосун ба Нақибхон Туғраро зиёрат кунед, беҳтарин мешавад. Ташаккур. Монам зиёрат кунед як гого. бале, албатта. Акоҷон, ман барои суҳбатҳои самимӣ ва муҳимаш бепарда саломат бошед. аз шумо хеле сипос мекунам. Дар консерт барои шумо муваффақият таманно мекунам. охир сухани шумо барои мухлисонатон ин дурбин аз они шумо аст. Ако чӣ мегӯед? як бори дигар раҳмат барои таклифи шумо. Сипос ако. мо миннатдор ки мисол таклиф кардед, мо барномаи шумо ба омадем. Сараввал ба аҳли коргарии шумо фақат тани соҳат хонободӣ хоҳонам, ба мухлисои шумо пешравиҳо, дастгириҳо таманно дорам ки барномаи нигоҳи нава мана дастгирӣ кунем. гуфтам ку ҷиқан лайка. Бале, саломат бошед. манам фаромӯш накунед. Эркин Одинаев офитсар канали ман аст. манам реклама кунам ки ми нигоҳи ако марамат. пешкаш хурсанд мешавам. Марамат. худованд барои ҳама кори ҳамаи ин фарди мусулмонат як ҷанг нашавад. ина бинед ки дуруст шуд, ман хуҷамда бовар кунед зиқ шудам. боло ҷанг, инҷа ҷанг, ҳама зиқ. худованд ягон касе зиқ накунад, фақат хурсандӣ шавад, мана роҳҳо кушода шавад, хонаи ҳар як фарди тоҷик тӯй шавад. моҳи шарифи рамазон як бор дигар ҳаматон ба табрик мегӯям. сипос ако, ташаккури зиёд. мо дар арафаи иди рамазон қарор дорем. пахш мешавад ин барнома. сипос мегӯям барои шумо ако. бори дигар ки дар барномаи мо омадед, ман умед мекунам ки ин аввалинаш буд, аммо охиринаш нахоҳад буд. бале. сипос ако, ташаккури зиёд. бинандагони азиз, ин пахши махсус бо Эркин Одинаев буд. ҳоҷати муаррифӣ нест. фикр мекунам ки аз суҳбати мо лаззат бурдед. ҳатман канали Эркин Одинаев офисал бо ҳарфҳои лотини менависед, шабакаи нафарро низ дастгирӣ мекунед, медароед, суртиашонро гӯш мекунед. ҳамчунин дар комментарий агар моро тариқи ютуб мебинед, ҳарфҳои хуб гӯед. воқеан ҳамин тариқи телевизион низ пахш мешавад. бинандагони азиз, ин барнома махсус ютуби худро дорад ки метавонед он ҷо низ моро пайгирӣ кунед ва шумо бурдборӣ таманно мекунед. то барномаи дигар. саломат бошед.